بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان مسلمان و همچنان مسلمانان عذاب دیده کشورم، ماه مبارک رمضان را برای همه ایتان مبارکباد میگویم. طوری که میدانید ما در آستانه پایان ماه مبارک رمضان قرار داریم. بنابراین اداره انجمن افغانستان و آسیای مرکزی مراسم نماز عید فطر را در مرکز انجمن افغانستان و آسیای مرکزی در هفته آینده با مشارکت ملا امامان با تجربه و همچنان متدین و انسان‌های پاک نفس برگزار می نماید. مراسم نماز عید از ساعت 10 الا 12 بعد از ظهر در نظر گرفته شده است. از هموطنان گرامی و همتباران گرانقدرم احترامانه دعوت می نماییم تا در مراسم نماز عید به مرکز انجمن افغانستان و آسیای مرکزی در ناحیه فلتهم تشریف بیاورند. با امید دیدار شما هموطنان گرانقدر و گرامی.